سلام، من اشکان فرخیان هستم. این کانال یوتیوب منه و امروز میخوایم راجع به اون چالش ها و کمپین چالش ها با شما صحبت بکنیم. من اولین مسئله ای رو که حل کردم و خیلی سخت حلش کردم، یک برنامه ریزی که پروژه اسکلت بتونی بود که اینجا میخوام براتون پرزنتش کنم و از چالش هاش براتون بگم. خب پروژه ما یک پروژه اسکلت بتونی خیلی بزرگ بود. همینجوری که پلانشون پایین میبینید با تعداد زیادی ستون، دیوار و تقریبا تمام المان هایی که توی اسکلت بتونی هست و کار رو مشکل میکنه، به علاوه یک بخش اسکلت فلزی داخل اسکلت های بتونی که به هر حال این داستان خیلی پیچیده کرده بود. من تقریبا 2 ماه بعد از اینکه کل زمان قرارداد به پایان رسیده بود وارد این پروژه شدم که کار پلنینگش رو انجام بدم. زمانی که من وارد پروژه شدم فونداسیون اجرا شده بود، بخشای فلزی اجرا شده بود، یک بخشی از 30% حدوداً تا 50% از سقف -5 هم کار شده بود، یه بخشای کوچکی هم از سقف -4 و اینا و بقیه پروژه باقی مونده. ما چند تا محدودیت اصلی توی این کار داشتیم. قرار بود که باقی مانده این کار توی 4 ماه تموم بشه. 5 تا سقف باقی مونده توی 4 ماه تموم بشه. محدودیت دوم این بود که یک برنامه ریزی بالا به پایین انجام شده بود و قرار شده بود که ما براش یک زمانبندی درست کنیم. سوالی که مطرح بود این بود که ما 50 تن در روز باید آرماتور بندی انجام بدیم. حتما شما یک برنامه‌ای بنویسید که 50 تن آرماتور بندی رو در روز داشته باشه. مسئله مربوط به تدارکاتش و این که آرماتور از کجا بیاد و چه گروهی خم و برش انجام بدن و اینها مسائل بعدی. من فرض رو بر این میگیرم که این کارها انجام میشه. میخوام ببینم آیا واقعا این با 50 تن آرماتور میتونیم آرماتور بندی کنیم؟ سازه به همون اجازه این کار رو میده یا نه؟ مسئله شماره 2 بتون پروژه بود. بتون پروژه باید زیر 400 متر مکعب باقی میموند. یعنی هر روز بتونریزی پروژه حد اکثر میتونست 400 متر مکعب باشه. چون اون بچینگی که ما داشتیم و اون دونه بندی که برای این پروژه لازم بود با دونه بندی اون تولید کننده بتون نمیخوند و اون میتونست فقط به اندازه 400 متر مکعب بتون برای ما مصالح ذخیره کنه. مسئله بعدی مسئله قالب ها بود. قالب هایی که برای این پروژه استفاده شده بود همه قالب های وارداتی بود و دیگه امکان اضافه کردن قالب توی این پروژه نبود. اگر میتونستی قالب سفارش بدی و قالب سفارش میدادی و اون تولید کننده به قول معروف دستش آزاد بود و میتونست به شما قالب بده، زیر 3 ماه به شما قالب نمیرسید. ما قرار بود پروژه 4 ماه تموم شه. پس بنابراین فکر این که قالب جدیدی بگیریم بعد از ذهنمون میکردیم بیرون و روز اولی که من توی پروژه درگیر شدم پیمانکار و کارفرما و مشاور داشتن با هم دعوا میکردن که شما این قالبت کافی نبوده، قالب کافی نیاوردی تو پروژه. اونم میگفت همین قالب کافیه و من باید یک برنامه‌ای میدادم که ببینم این قالب واقعا برای این کار کفایت میکنه یا نمیکنه. پس ما هر روز باید میزان قالب استفاده شده در پروژه رو روز به روز میتونستم کنترل کنم. و قالب دیوار هم همین شرایط داشت. حالا یک کمی قالب دیوار رو میشد از قالب‌های دیگه تهیه کرد ولی خیلی پیچیده نبود قالب دیوار، ولی خب قالب دیوار هم همین مشکلات رو داشت. قالب خارجی بود. ما برای این کار یک شبکه 5x6 همونجوری که توی این تصویر ببینید روی این پلان انداختیم. از جاهایی که مجاز به قطع بتون بود این بتون رو قطع کردیم، سقف‌ها رو قطع کردیم و شروع کردیم به برنامه ریزی. متر
و برآورد این کار دقیقا به همین شکل موجود بود. یعنی من میزان آرماتور بندی B1A رو داشتم، قالب دیوار B1A رو داشتم و قالب سقفش، بتون سقفش، قالب آرماتور سقفش، همه آیتم های مربوط به این تقسیم بندی رو به همین شکل داشتم توی یک دیتا بانک. روزهای اول فکر میکردم که میتونم اینو با یک لولینگ شروع کنم و اینها رو بدم به یک شکلی برام لول کنه. خود برنامه مثلا فرض کنید که MSP یا پریماورا اینو برام به یک شکلی لول کنه و من برنامه‌مو به دست بیارم. اما یه ذره که رفتم جلو، الان توی کارم میتونم بهتون نشون بدم، دیدم که داستان اصلا به این سادگی ها نیست. این مدلیه که ما این کار رو انجام دادیم. اگر که من این فیلتر رو باز کنم که شما کلش رو ببینیم، به این شکلی که سقف هست، سقفایی هست که باید اجرا بشه. یک بخش کوچیکی هست اسمشو گذاشتن -6 ولی واقعا -6 نیست، -5 تا -2 و بعد هم -1 بهش اضافه شد و این اون بخشاییه که شما دیدید. بی منظور از بی بیسمنت، زیر زمینه، پارت 1A و ما این اون بخشی که الان اینجا به اسم سکشن نوشتیم اینجا هست به اسم B3C مثلا. بعد دنبال این بودیم که این کدوم عضوهای عمودی هستن یا عضوهای افقی. ما این کاری خود ساده کردیم، گفتیم تمام المان‌های عمودی که قرار اینجا کار بشن مثل ستون‌ها و دیوارها بیان توی پکیج، توی ورک پکیج، و تمام المان‌های افقی مثل سقف و دیوار برن توی یک ورک پکیج، برای اینکه یک کمی کار ساده تر بشه. و ما اینو تقسیم کردیم به المان‌های عمودی و افقی و توی این المان‌ها آرماتور بندی، قالب بندی، بتون ریزی، تمام این کل این پروژه همین 3 تا آیتمه: آرماتور بندی، قالب بندی، بتون ریزی، ولی جاهاش فرق. احجام مربوطه رو هم اینجا نوشتیم. اینجا یک تقسیم بندی دیگری داشتیم که اینجا لازم داریم قالب بندی بدونیم، اما در اینجا باید بدونیم که قالب بندی دیوار است یا قالب بندی سقف است که اینا رو از هم جدا کردیم. یه بخشی رو این بالا داریم که تاریخ مال سال 94، تاریخ ها اینجا هست روز به روز، و این کار، این ردیف کارش این است که جمع بزنه در کل این روز، در کل این پروژه ما کجا کار آرماتور بندی داشتیم و کل حجم آرماتور بندی روزمون چقدر شده. ما تقریبا سعی کردیم که اینو روی 50 تن نگه داریم. حالا یک جاهایی مثل اینجا یک کمی از 50 تن اضافه بیشتر شده که قابل اغمازه، چون که میشه با یک کمی اضافه کاری، کسر کار میشه با یک کمی اضافه کاری، قابل اغمازه چون میشه با یک کمی اضافه کاری این رو حل کرد. ولی سعی کردیم که روی 50 تن تقریبا در روز ثابت بمونه. این بتون ریزی مونه که در هر روز چقدر ما بتون داریم و این حتما نباید از 400 متر بیشتر بشه. قالب سقفمون، این قالب سقف هر روزمونه و این رو هم باید توی محدوده‌ای که قالب توی کارگاه موجود بود، فکر کنم حدود 6000 خورده متر بود، که همون محدوده نگه داریم. و این قالب دیوارهامونه که این هم باید توی محدوده خودش نگه داریم. پس بنابراین یک سامیف ساده میگه که من در این روز چقدر آرماتور بندی دارم. اگر اینجا اسم آرماتور بندی رو ببینه، این زیر مجموعه رو شروع میکنه جمع زدن و میگه که من در روز چقدر آرماتور بندی دارم. همینطور برای قالب بندی، همینطور برای قالب سقف تا آخر.
حالا بریم یکی از این آیتم ها رو ببینیم. مثلا فرض کنید که یک بخشی هم مثل این داریم اینجا که من براش یه سری کرکتر نوشتم مثل آ، که بعدا اگر که خواستم فیلتر بکنم روی چیزی، اینا رو هم داشته باشم، این چند تا سطر بالا رو دوباره ببینم. مثلا فرض کنید که من یک دی رو انتخاب میکنم. این کارهایی است که در یک دی قرار است اتفاق بیفته. ما یک طبقه -3 داریم، -4ش انجام شده، حالا میخواد بیاد عمودی های -3 انجام بشه. عمودی های -3 اولین کارش آرماتور بندی هاشه. برای آرماتور بندی یک فرمول ساده نوشتیم، گفتیم آقا این حجم کل رو تقسیم به این تعداد روزها کن اینجا بنویس. یعنی من روزی اینقدر انجام بدم، روزی 6 تا انجام بدم تو این جبهه، این 7 روز تموم میشه. و بعد از اینکه آرماتور بندی ها شروع شد، قالب بندی ها شروع میشه با یک فاصله ای، و من طی 2 روز که با این فرمول خودم تعیین میکنم کجاها باشه، بتون‌های عمودیمو میریزم. من طی 2 روز نصف دیوارهامو اینجا میریزم و نصف دیوارهام اینجا میریزم، دیوارها و ستونهامو، و تمام میشه. اینجا تموم میشه و من میتونم قالبم رو آزاد کنم. میایم سراغ سقف. توی سقف داستان یه کمی متفاوته. شما توی قالب سقف ببینید، توی آرماتور سقف میگید من اینو تقسیم به 7 میکنم. توی 7 روز من 33 تا آرماتور سقف رو میبندم و میشه این. و 1 روز هم بتون سقف رو میریزم، بتون سقف هم میشه این. اگرم جمعش رو بخوام، این بتون میره با بتون هایی که تو جاهای دیگه پروژه اتفاق افتاده، این حجم رو میسازه برام. ولی توی قالب سقف داستان یه کمی متفاوته. توی قالب سقف شما 514 تا روز اول داری. قالب هم به این شکل بود که تقریبا آماده بود. شما قالب رو از طبقه دیگه یا جای دیگه می آوردی و فقط میذاشتی یه سری فیلرگیری دورش انجام میشد، سرعت میتونست آرماتور بندی بیاد رو شروع بکنه به کار. ممکنه که مثلا حالا این 1 روز نباشه، ولی به سرعت میتونست آرماتور بندی بیاد کار کنه. ما از روز بعدیش کار آرماتور بندی رو براش در نظر گرفتیم. توی 7 روز آرماتور بندی انجام بشه و بتون ریزی سقف که انجام میشه، همه کارهای این طبقه تمام میشه غیر قالب سقف. قالب سقف همچنان 7 روز باید به همون 514 تایی که مساحت این سقف هست همچنان همون شکل درگیر میمونن با همه جک های زیرشون، همه داستان. ولی شما از بعد از این روز، یعنی که اینجا باشه، شما میتونید کار آرماتور بندی المان های عمودی طبقه بالا رو شروع کنید. من اینو میتونم اینجا شروع کنم، ولی این کار به صورت سعی و خطا انقدر انجام شده که من دیدم اگر یک بخش دیگه ای رو که برام مهمتره انجام ندم تو این روز و بیام اینو انجام بدم، دیگه اون عقب میفته. این کاریه که نرم افزار نکرده و من خودم دستی مجبور شدم این کارو بکنم و من اینا رو انقدر جابجا کردم با هم دیگه که اینو اپتیموم به دست بیارم. تنها خوبیش این است که شما کل این پکیج رو، مثلا این کلا پکیج المان‌های عمودی این است. من اینو بذارم روی -2، اینو بذارم روی -2 و عمودی، شما میتونید کل این پکیج رو یک جا جابجا کنید. کلش رو بیارید اینجا. بعد اتفاقاتی که توی
پروژهتون میفته رو رصد کنید. ببینید که الان من اینا رو جابجا کردم، تو کل پروژه آرماتور بندی، قالب بندی و بتون ریزیم چه اتفاقاتی براش افتاد و اپتیموم رو به دست بیارید. من اینو برگردونم سر جاش و بتونید که اپتیموم اینو به دست بیارید. این کار به صورت سعی خطا انقدر تکرار شد تا ما تونستیم یک پلن نسبتا مناسب قابل کار کردن برای این پروژه پیدا کنیم و مسئله این رو به این شکل حل بکنیم. ما اینجا ماکسیموم آرماتور بندیمون روی 54 تن موند، ماکسیموم بتونمون شد 400 در روز. این ماکسیموم کل این ردیفه و این ردیف جمع روزانه هر کدوم از این هاست. ماکسیموم قالب سقفمون روی 6100 تا موند و ماکسیموم قالب دیوارمون روی 1000 و تقریبا 800 تا و پروژه هم تو 4 ماه هم بسته شد، برنامه زمان بندیش هم به پایان رسید. این واقعا سخت‌ترین چالشه، یکی از سخت‌ترین چالش‌های کار منه تا الان و چالشش این است که وقتی شما توی ریسورس لولینگ اینو لول میکنی، مدل متفاوتی برای قالب سقف و بقیه ریسورس ها وجود داره. مثلا آرماتور کلا توی این پروژه متفاوته. یعنی شما توی آرماتور بندی میگی من 19 تا آرماتور این پارتمه، توی 5 روز میتونم این آرماتور رو ببندم و این 19 تا به 5 روز تقسیم میشه. اما وقتی که به سراغ قالب سقف میای باید روز اول همش موجود باشه، همش استفاده میشه. بعد از بتونریزی هم 7 روز اونجا درگیره. یعنی علاوه بر این که اینجا هست به عنوان قالب و داره استفاده میشه تو زمانی که داره آرماتور بندی میشه و بتونریزی میشه، بعدش هم 7 روز درگیره. توی جمع کل توی سطرها تو روزهای مختلف باید بیاد، به همین شکل بدون تقسیم بندی. و این رو MS پروژکت از شما یا پریماورا از شما قبول نمیکنه، میاد این 234 تا رو جمعش رو اونور برایشون توی روز میزن، توی فعالیت میزنه. یعنی ممکنه که بتونید بگید آقا از اینجا به بالا که داری جمع میکنی همین 234 تا رو برای من جمع بزن، همه اون جمع اون بالا رو به من رو سامری بده. اما وقتی میخواد بیارتش روی حجم کل و شما حجم کل رو دارید وارد میکنید، تقسیم به روز میکنه. این بعد یک راهی وجود داشته باشه برای اینکه مثل این کاری که من کردم، میگم که آقا من اینو میخوام یک قسمت بشه، یعنی تقسیم نشه، و من اینو میخوام 5 قسمت بشه و تقسیم بشه. این باید یک راهی باید وجود داشته باشه برای این که بتونن این رو جدا جدا بتونن محاسبه کنن. هیچ کدومشون الان نمیتونن این کار بکنن و این چالش بزرگی بود و من به سختی مسئله رو حل کردم. خیلی زمان برد این کار، دونه دونه شما اینا رو تمام فعالیت‌ها رو جوری جابجا کنی که اون احجام کلی بالا صادق بمونه. اگر کاندیشن فرمت اینو ببینید، گفتیم که از 55 تن در روز بیشتر نشه. تمام اینا زیر 55 بوده و اون روزی که برنامه ریزی میکردم، وقتی که این فعالیت ها رو جابجا میکردم، اگر جایی بیشتر از 55 بود من اون بالا میتونستم ببینمش سریع، چون که رنگش قرمز میشد. همینطور این اتفاق برای بتون همون افتاده که از 400 متر بیشتر نشه. همین اتفاق برای قالبامون افتاده که از 6200 متر بیشتر نشه، قالب سقف. این کار خیلی کار سختی با دست تقریبا میشه بگی پروژه دیگه رو نمیشه به این شکل انجام داد. این اولین آخرین راه حل بود. واقعا کار سختیه و من امیدوارم که یک راه حلی پیدا بشه براش که بتونیم این حل بکنیم. فکر میکنم که خود مایکروسافت یا پریماورا هم باید یک همچین شروطی رو بتونن به لولینگشون اضافه کنن
و نکته اصلی و چرا من اینو مطرح کردم، نکته اصلیش این است که توی بیشتر مواقع کارها به این شکل انجام میشه که میگی شما بالانس انجام کار رو برای من ثابت نگه دار. من اولویت خیلی وجود نداره برام. مثلا تو پروژه های مخصوصا خیلی بزرگ، شما هر چقدر که من اینو الان به 30 پارت کردم هر طبقه رو، یعنی احجام کار هر طبقه رو 30 تا پارت کردم، شما هر چقدر که اینو باز هم کوچکتر کنید، باز میشه اینو به یک پارت کوچکتر دیگری تقسیم کرد و واقعا دیگه کنترل زمانبندی و تعداد خطهای برنامه زمانبندی اینا از دست آدم خارج میشه. نکته اصلی این است که مثلا یک ساختمون رو در نظر بگیرید که تو هر طبقهش 10 تا واحد داره. یک ساختمون مسکونی در نظر بگیرید تو هر طبقهش 10 تا واحد داره. شما اگر که این ساختمون رو به این 10 تا واحد جدا بکنید، هر تعداد خط برنامه‌ای که نوشتید یهوی 10 برابر میشه. یعنی اگر که شما 200 تا خط برنامه نوشته باشی برای هر طبقه، یهویی میشه 2000 خط بدون در نظر گرفتن سامریاش. با سامریاش خیلی بیشتر میشه. یهویی تعداد خطاتون زیادتر میشه و این واقعا آخر راه حل نیست. یعنی این دیگه نمیشونیم بگیم که آقا خب الان من اینا رو به واحد تقسیم کردم و دیگه همه رو میتونم فینیش تو استارت در نظر بگیرم. توی اون واحد دوباره میتونه بره یک کسی، مثلا فرض کنید داره توی یک اتاق کار گچکاری انجام میده، یکی همزمان بیاد توی سرویس ها شروع کنه کاشیکاری انجام میده. یعنی شما هر چقدر که این کار رو ریز میکنی، باز به یک فینیش تو استارت واقعی نمیرسی. ولی میتونی به این شکل یک بالانسی توی انجام کار درست بکنی. این از نظر من اولویت اول کار برنامه ریزی خواهد شد و اولویت اول برنامه ریزی بوده. یکی از دلایلی که ارتباط برنامه ریزی و اجرای خورده خدشه دار هست، اون است که این یکی از خواسته های معمولا خواسته های اجرایی این است که این کار بالانس باشه. من هر روز نمیتونم این آدم ها رو بالا پایین کنم، کم و زیاد کنم. من هر روز نمیتونم متریال جدید و با شکل‌های مختلف بخرم. کار رو بالانس باید بکنم و کار رو کجا میتونم بالانس کنم؟ تو پلنینگ. پلنر میتونه این کار رو بکنه؟ نه. پلنر واقعا از نظر من کسی که کار پلنینگ داره انجام میده با این نرم افزار و با این ابزاری که جلو دستشه نمیتونه اینو بالانس کنه و این بالانس رو نمیتونه بده و بنابراین معمولا این است که اجرا و برنامه‌ریزی خیلی راههای همدیگر رو نمیپسندن و این فاصله‌ای که بین برنامه‌ریزی و اجرا به وجود میاد یه بخشش مال این قصه است. خب این یک چالش، امیدوارم که بهش فکر بکنید، ببینید راه حل بهتر از من میتونید پیدا بکنید. واقعا توی چند تا خط کفایت میکنه این برنامه رو ساختن و به این موضوع فکر کردن. امیدوارم که شما بهش فکر بکنید و اگر راه حل بهتری دارید به من بگید و همینطور اگر چالش جدیدی به ذهنتون میرسه و دارید اون رو هم مطرح بکنید، با هم راجبش فکر بکنید. خیلی متشکرم که نگاه کردید. یه خوردم طولانی شد. ممنونم که صبوری کردید و فعلا خدا.